سلام دوست به صفحه شما دارم هر چه کسی حال دلتون خوب باشه آماده هستم با یه ویدیو جدید دیگه اومدم تا با هم لحظه خوبی رو داشته باش. خوش اومدید به اولین قسمت از ویدیوهای دختربازی. ویدیو چجوری میریم دختربازی دختربازی که شما فکرشو میکنید دختربازی که در آینده نه چند دور میبینیم ما میریم یا حالت ریاکت و میبینیم و نمره بندی میکنیم و میبینیم که صلاحیت پسر چجوریه. دختر حتما ویدیوهایی که از خودشون هر کسی داره که میخواد توی ویدیو بیاریم حتما واسم توی اینستاگرام بفرستین. آیدی اینستاگرام من این بالا میاد، حتما اینجا رو فالو کنید، یادتون نره این ویدیو رو حتما لایک کنید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید چون ما هر روز یه قسمت از این ویدیوهای جذاب دختربازی میذاریم. کانال گیمینگ منم به زودی افتتاح میشه، اونجا هم بازی‌های قبلا از کال آف دیوتی میذاریم. بدون معطلی بریم این ویدیو خفن جذاب ببینیم. لیتس گو. خب لیتس گو اول ویدیو ببینیم چی برای ما فرستادن. ببین همه کشورها هستن، فکر نکنید فقط ایرانی هست. ما میبینیم و نظرمون رو میگیم و خیلی محترمانه و ظاهرا از هندوستان یکی دنسه. خب برگردیم معنا. ببینید نظر من در مورد این خانم اینه که انرژی خوبی داره. دخترایی که اینجوری انرژی دارن خیلی خوبن، یعنی انرژی تو میبرم بالا. نگاه کن اون جمع کردن آورده بالا. درسته همه دارن میرقصن ولی این دختر انرژی خوبی داره. فقط یک کم اگه تیپش بهتر بود نمره خوبی میگیره. من از 10 به ایشون نمره 4 میدم. بعدی ببینید این تایپا نباشه رو دستشون، اینا یه تایپای خاصن. میدونی حرفم اونایی که بلدن این کارو هم میدونن ما این کارو نیستیم. بذارید یه بار از اول نگاه کنید بفهمید. از اول بریم توی ویدیو. ببینید اینا بلدن کارشونو، اینا کارشونو بلدن. یکی اول سیسا نگاه کن، رنگ نشون نگاه کن، رنگ پوستور. البته زیبایی هر کس نه کمه خیلی زیاده، چه میدونم ما نمیخوایم قضاوت کنیم ولی خب نظرمون رو میگیم. من از 10 به این خانم 7 میدم چون فوق العاده هم تیپسی با هم پیرنش کن. بریم بعدی. آنما دنسه چه جایی هم بایستاد. حتما نظراتتون رو تو کامنت واسم بنویسید و ببینم شما نظرتون چیه. Bazı la koli Kalatsa peshkash karojan Barwajan Orya kayko Oli Kalatsa peshkash Orya 6 از 10 بزن 6 از 10. نشان معلومه باشگاه میره از اون دخترایی که فوق العاده به خودش اصلا همه میرسن ولی به بدنش خیلی میرسه. اینم پارونه شیره. 1 عالی. فعلا به دخترای ایرانی نرسیدیم، جالبیش اینجوری. البته اگه رنگی بود و یکم چیز بود بهتر میتونستیم نظرمون رو بگیم ولی 5 از 10 ما یکم سخیریم به راحتی نمره نمیدیم. من این آدم رو 1000 بار تو اینستاگرام دیدم آخر نفهمیدم دختری یا پسر. حتما تو کامنت برام بگید. فوراً قیافش خاصه. به نظرم پسره، واقعا به نظرم پسره. اگه پسره این نمره شاملش نمیشه چون باید تو لاین خودش بهش نمره بدیم، ولی اگر دختره
9 از 10 چون واقعا چیز اسپشیالی. ندید بزنم اولش البته باید ببینم بدون آرایش این خانوم به چش خواهری یکم نزدیکتر میشم نگاه میکنم. خوبه خداییش خوبه 8 از 10. Next. अरे भाई मत रे फोटो पाँच हिंदी خیلی فعاله. بیٹو از این 1080 ها بهش میخوره. این 1080 مطمئنم 1080 نایس. یه بار دیگه ببینیم. अरे भाई मत रे फोटो بیٹو نباشه 8 از 10. بعدیポテトチップス اگه الان ببین کلش خراب میشه دیگه معلومه دیگه. ایو لایک هر شده 100% داستانی پیش میاد. potato chipsه ببین خنده درونی من آورد، خنده بیرونی نیاورد. همه می‌بینید شعر چی داری تعبیر ما میدی، ولی باحال بود دیگه. دختر خیلی استشیال بود. اگه بخوام به دختر نمره بدم خدای تو فکر کنم 1080 باشه. ایرانی که نبودن، ایرانی تا الان اومده بالا، ایرانی نیومده بالا تا حالا. خدا داند چه باشن ایرانی‌ها. وای فقط سوتی ندم جلو. خدا لعنتتون کنه. سوتی نه یعنی رونالدو داشت زد میزد الان. سلام آقای رونالدو، حالتون چطوره؟ انقدر تپش قلبم بالا رفته نمیدونم الان چی باید بگم بهتون. چه سمی روز از ذهنم میخوام پاکش کنم. بره بیرون. یه موزیک فرشی از ذهنم بره بیرون. بهت نکش که جوین دیگه نمیدم فال بگی میخوام که تخمینی بریزم دلیت واسه اونا تولیت واسه من سکا میگیرم که فرمونو بگیرم گاز بده بره هوا گرمه سرم گرم بود. خانم قرشی الان به مسابقه بدنسازی نداری؟ اصلا چرا اینجوری کرده صورتش؟ یعنی اینجوری نه ببین دیدی از نسی؟ اصلا خوب نبوده. گناه داشت سربارش خدا وکیلی. اصلا نمونه هم بهش نمیدم دیگه. چه داغون شد رفت. خودش هم خراب کرد. یعنی آدم باید به خودش، به نظر من آدم باید به خودش ارزش بده. کسی بهت ارزش نمیده قیچیش کن. دیگه خوردت کرد که بزن لنش کن، ولی هیچ وقت ارزش خودتو پایین نیار. نوارد رسلی به ایرانیان. اسکوپ موزیکش برای کپی رایت برداشته میشه، چیز دیگه میاد. درسته که فیلتر رو ویدوش نذاشته ولی رو صورتش پر فیلتر. حتما نظرتون رو بگی شما، اما این نظر شخصی منو خواهش میکنم یهو تهاجمی نریزین زیر کامنتو عشقی. نه از اول ببینیم. توی بالکن دیدم واسطه با یه مانتو هی تاپ خورد من دل جیگرم آب شد تو آمد یهو ترسید بهم چشمک زد خندید منم قلبم یهو چسبید. درست نشد ولی واقعا تو این سن نباید این کار رو بکنن. از همین جا اگه تو این سن بیننده‌ای دارم ازتون خواهش میکنم واقعا به درستون بچسبید. واقعا اگه مسیری درست درس رو برین تو این سن خیلی میتونید به موفقیت بزرگی برسید. نکنید این کار. پینگوین کی چشمک زد به هممون، زد هممون رو. یه بار دیگه
این از هندیاست که یه ترکیب قشنگ پشتشه، یعنی مامان و بابا معلوم نیست چه بوم میان. قشنگ معلومه فیس مشخصه داد میزنه. الهی یک از 10 موقعیت تصمیم میگیری صورتتو لاغر کن. پشمام چقدر فرق کرد. 10 از 10 نایس. یه بار دیگه ببینیم. هرچند همه دختره ایرانی مادر ها زیر این همه قلب بذارین واسه خودتون نه واسه من. یعنی نگاه چجوری دارم کامنت میکشم. پشمام خیلی خوب شد. 10 از 10 نباشه رو دست دختر سرزمینم بکن. موزیکشو هر کپینات بردارم. همه این دخترهایی که به ورزش سلامتی اهمیت میدن ارزش فوق‌العاده‌ای دارن، چون نباشه رو دست اهمیت دادن به خود و بدن، خصوصا باشگاه. خانم ما برای شما انتظارایی کشیدیم که چند دقیقه این سریال زخم کاری فکر کنم بچه‌ها، فکر کنم فصل 2 اومده. معطلی تو رستوران پیشش قطره است در دریا. بالاخره کی این بله قشنگه رو میگی جلو جیلیز ویلیز این دل 20 سال ما رو میگی؟ یا ابوالفضل ببین من یه جوری نمیدونم سمیرای سریا چی اسمش، منو باید رو درو نکنید، منو باید رو درو نکنید اصلا کنترلش از خوش نیست. ببینیم تا آخر. بخند بایدم بخندی. انگشتر رو کردی دستت، ما رو انگشت خودت نگه داشتی. داری شوخی میکنی دیگه. چی نگید یا عصبانی بشه همه برو زیر میگیره. شوخیه دیگه. آره شوخی کردم ولی حرفای جدی هم دارم. بگو. اول این که شما امروز چرا اینقدر قشنگ شدی؟ یعنی قشنگ تر شدی؟ دوم امیدوارم واقعا این فیلم رو ببینیم میدونید چه مارمولکیه به مردی. اما جان هانی این کتونیه چنده؟ اون آلفا فلای 21 تقدیمت میشه 22 تومن. چیپه 22 تومن؟ چقدر ارزون هانی؟ من 2 تا از این میخوام سایز 37 تاشو. چی 2 تا از این میخوام؟ 2 تا تا بزن با امیرا یه بار پول ندارم. این همون فکر کنم دختره که آبروی امیرا رو برده، دهن امیرا رو صاف کرده. برو بابا اصلا همه تو برمی دارم. اعصاب هیچی تعطیل. اصلا منو خود نکنم. چی کار داری؟ کنده مدرسه هیچی فرام. اجازه بدیم بیشتر این سمان نبینیم. صفر. یه دختر نازی بیدار شد، موهاشو بسته. خب چه خبر بچه؟ اینا باید بدون فیلتر ببینید، هیچ نمره‌ای نمیدم چون مطمئنم اضافه فیلتر پشت این ویدیو هست. بلدن ها، فکر نکنن الان بگیم نه رنگ ویدیو عوض نشده از کجا میگید. بلدن نه هر چی ویزیتور چی از هر چی ادیتور بیشتر بلدن. بعدی اوج ناامیدی چی نوشته بود اولش؟ این خانم میشستن چیه ببین عجب چیزی گفت. ما ببینیم عجب چیزی. اوج ناامیدی قوی باش، خدا عاشق بچه پرواست، قوی باش، مردی تو صف داشته باش. واقعا جملهش قشنگ بود. بچه ها قوی باشید و به جمله که گفت واقعا 10 از 10 میشه داد، چون واقعا بود قوی بود. اصلا شونه خالی نکنید. رسیدیم به آخر ویدیو، یعنی همه ویدئوهایی که واسه ما فرستاده بودن رو دیدیم، یک رفتیم بهشون نظرمون رو گفتیم. همه بسرا، همه داشتیا، همه نظراتتون رو بنویسید زیر این کامنت. دختر خانومای عزیزم حتما نظراتتون بنویسید واسم. پیج اینستاگرام من حتما فالو کنید. اگه ویدئویی میخوام اونجا حتما بفرستید.
نظرات و چالش‌های جدید روی ویدیوها رو حتما نگران نباشید. ما فقط نظرمون رو میگیم. چون این دختربازی، یعنی دخترها میتونن دختربازی کنن، پسرها میتونن دختربازی کنن، ولی از اون قانونیش بود. پس زیاد به دل نگید اگه چیزی میگیم، فقط من باب خنده و یه لحظات خوبی رو با هم داشتنه. امیدوارم خوشتون اومد باشه. از این ویدیو قسمت بعدش تو راه، حتما ویدیوتون رو واسم بفرستید. نظر من رو اگه میخوایم بدونی کدوم منتظر تماسشم، حتما میره از اول ویدیو نگاه کنید، مشخص بشه کدوم خیلی خوشم اومد. شما تو کامنت واسم بگید که کدومشون واسهتون جذاب‌تر بوده. یادتون نره چنل ما رو حتما سابسکرایب کنید. بعد چنل ما زیر میاد. این ویدیو رو لایک و کامنت رو که بهت گفتم توضیح دادم و اینا برش کنید. من هر چه دلگستی خوب باشه. فعلا